رو می‌ریم با موضوع دیگر. بیش از 200 نفر شهروندان در تاجیکستان میگویند شرکت نوری رحمان آنها را فریب داد و پول‌هایی که شرکت برای ساختمان خانه از آنها گرفته بود برگردانیده نمی‌توانند. شرکت نوری رحمان برای ساختمان چند بینای بسیار روشانه در کوچه مینت شهر دوشنبه کنار بازار مهرگان هنوز سال 2016 اجازه ساختمان به دست آورده است. قرار بود تا سال 2019 خانه ها به مشتریان سپریده شود، اما حالا در این سراغ بجز از یک بینای نیمه ساخت دوشانه چیزی نیست و مشتریان در اضطراب در این مقامات را میکوبند. همکارم عبدالله شورف به آموزش این موضوع مشغول بود و حالا با ما در استودیو قرار دارد. عبدالله سلام و نخست بگو آیا شکایت مردم به نظر گرفته شد یا نه؟ بله شهلا، دادستان کل تاجیکستان پس از عرض مشتریان شرکت نوری رحمان تفتیش فعالیت آن را آغاز کرده است. تفتیش دادستانی در پی مراجعت مشتریان آغاز شد که ادعا دارند شرکت نوری رحمان 2 سال پیش با وعده ساختمان خانه از هر یک از آنها از 15 تا 25 هزار دلاری گرفته نه خانه ساخته و نه پول آنها را باز نگردانده است. نوری رحمان شرکت حسین سعیدوف پسر سعید عبدالله نوری رهبر سابق اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک و پایه‌گذار حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی است. شرکت او با تجارت بنیاد منزل مشغول است. در قسمت‌های دیگری از پایتخت از جمله منطقه 7 کیلومتر و ناحیه شاه منصور این شرکت چند بینای بلند آشیانه ساخته است. خب عبدالله، مقامات و خود مالک شرکت حسین سعیدوف در این باره چی میگویند؟ شالوک کوفتوکوف ما ثابت کرد که حسین سعیدوف عین زمان در آلمان قرار دارد، اما با درخواست‌های رادیو آزادی جهت شرح این قضیه تا زمانی نشر این مطلب نخواست پاسخ بگوید. و خب پس سرنوشت مردم خانه‌خوار و یا به اصطلاح سرمایه‌گذاران این طرح چی می‌شود؟ در حکومت شهر دوشنبه گفتند از این قضیه خبر دارند و حالا شرکت دیگری ساختمانی مسئولیت بنیاد این بنا را بر دوش گرفته است و خانه‌های ساکنان را ساخته می‌دهد. همصحبتان ما در حکومت دوشنبه گفتند این شرکت خانه‌های مردم را ساخته می‌دهد، یگان کس ضرر نخواهد دید. اما ساکنان میگویند از آنی که مسئولیت ساختمان بنا بر دوش شرکت دیگر داده شده است خبر دارند، ولی تقدیر پول‌های به شرکت نوری رحمان داده آنها را خیلی نگران ساخته است، چون این شرکت خانه را سازد هم باز برای خانهش پول علاوه‌ای طلب میکنند. سپاس عبدالله برای صحبت. لازم به یادآوری است که در گذشته هم بحث‌های شرکت‌های ساختمانی و مشتریان در تاجیکستان بوده است و مثل شرکت ساختمانی ماوراءالنهر که مشتریانش با وجود پرداختن پول به خانه ماندند و حتی در نزد دادستانی هم تظاهرات کرده بودند.